الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي بس شاف إبراهيم تو مسلمانی تو من مسلمان بود برومد سابرینا مسلمان بود برومد ما چند نفر دیگه مونده ما چند کسی که مونده؟ ها ما 4 کسی ایستادگی هم 4 بدبختی که بوده نمونه نه ها لیلی را پرس لیلی بود لیلی کو لیلی لیلی دیگه جدا نگاش داره باید قطعی خیلی اندک مو سر بسر هم نمیشه لیلی کالونی های کن قطعی مونه یا کلانی کن چیز کو گوش فرش که بیا کو گاب زنم کو مردکای زنک کمپیره شما کالون چند ساله های انا یک کانتر پیش قد گازه بود 7000 سال داشتم قصدی کدوم شی؟ دور حضرت آدم زنده ای؟ نه ما 2500 سال آمد 2500 سال؟ و چی باید دیوانگی نمیکنی؟ چی را دیوانگی کنم؟ میخونند آیت چی باید آیت قرآن تحصیل نمیکنن؟ ما تحصیل نمیکنم چی باید؟ کم زور باشه بدیل شب برو بجا برو تحصیل میکنه از سرش برو به اینجا رو تحصیل میکنه بیا اومدی؟ ما آیت قرآن میخون در جای سم جا حرکت که بینم تا در دست چپش کو حرکت که در دست چپش حرکت نه در اونجا دایی؟ چیلکش دایی بیا این از میخونم که همجا کو برو که ما بینم تا مالش کو بخوام رو بینم الله لا إله إلا هو بگو معوضانه کی بگو میگریزی بگو حمد بیا بگو دست چپش بگو گم میزنیم اما سرش اومده بود جو سلایب میخپند مثلا بگو بیا کجا دی کدوم لیلی مجنونی کدوم یاسی کجا بیا دست چپش بیا گم میزنیم بیا دست چپش دست راستش درست دانش بیا گم میزنیم مردک بوری گم میزنیم بیا لشکر تا جمع که گم میزنیم مردک بوری بیا لشکر تا جمع کنم لشکر عبدالله رو فیرود میکنم گم میزنیم خب لشکر عبدالله رو میدونی؟ نمیدونی؟ نه لشکر مسلمان رو نمیدونی؟ اینجا کدوم تی؟ اینجا اگم کس نیست اینجا کدوم دستی؟ اینجا اگم کس نیست در جای شما همتون؟ وزی دست سرشه دست سرشه؟ بعد دست چپ شکو بیاین بیاین گم میزنیم من دعا رو میخونم که تحصیلتون میکنه یا نه؟ بیو اومدی؟ کدوم شید اوجا؟ ما خدومی نجوم تو چی نام داری؟ من هم ندارم چند ساله تو؟ 7000 سال 7000 ساله؟ همونجا بیستم آیت قرآن میخونم که تحصیل میکنه یا نه؟ بیستم ده وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم هم جاي که گرفتی؟ دم جایی؟ در نمیوی؟ این بچه خودش داری افتیست تو در نمیوی؟ من تاثیر نمیکنم چی بطور تحصیل نمیکنه؟ برای که ما خیلی چیز من نورم کنم من نورم میسا مرا این چیزش نیم تو این نوری؟ تو تاشی چی دروغ میگو؟ جین شیطان الله از تاش خلق کرد چرا دروغ میگی؟
حس میکنم شما کدام آیت بخونم که حس میکنی تحصیلت میکنه این بچه هم خودش نبره مورا اگر مثلا در اسلام تورما نکنه یگام مولا دستان یگام کردم برای که همه حق خیرن مثلا ناوشی بد داره بعد تا چقدر دعوت کنی که تو میبرید قبول میکنی اسلام این بچه خودش راستگو حق مردم میدرسه ان شاء الله خودش اگه چکنه اما خودش هم کاری گفته که ان شاء الله میگه بسم الله میگه اما دعوت کنش ما قبول میکنی نه شاید یگام وقت دست سر ما میزنه ای خدا شما دستان یگام کردم میبیه کلام انیق برای که ناستون بده ناسی بچه به حد خدا که میترسه احتیاط میکنه خدا حق یک از ایج وقت کردار نیست بچه بگنه گرم شدی سوخته استی ما یکم تاثیر نمیکنه بچه با قسم خوردن دیگه والله این بچه بیسو همین چیز میکنه بیسو آموختش دیگیم قدیش قسم همین آموختش ده اما باشه اگر ما باور ندارم با خدا باور نداری بچه خیلی تو با خدا باور نداری که میگی بچه با تقواه خیلی ندارم باور دارم ما چی کارش دارم چی مطلب یکون چی دیستی همجا کدامش جین داره این بچه ها ندیده سم یکم تا جین ندیدستی؟ ندیدستی بافکن گرفتم برفتن نماش همش گرفتم برفتن؟ من جین ندارم ها؟ دستم درون تای دسر تای باید تو بفهمی در زانوی ما جینه یک تا جسم زن قطعه دیگه مای دیگه بدن مای نمیش کم تو دروغ نگو من جین ندارم اگر که من جین میداشم قرآن خوندن نمیتونستم یکمش نه داری مثل که مسلمان که هسته تاثیرش نمیکنه خدا مسلمان های؟ جین مسلمان های؟ اگه مثلا در فورام اوید قرآن برای قبل تاثیرش نمیکنه با در بدن من های؟ اگر در بدن من میترم میکشتره نکی خیلی نمیدونم با در بدن من چیزی ما دیستم گفتیستم چی نام داره باید؟ خیلی خوب گوش داد دست چپ من بیاد حرکت کنه خوب گوش بده دست چپ من بیاد ما قطعی و یا همکاری هم نمیکنیم چیزا براسو گپش بزن کو مثلا میفهمی وضعش چیشان نمیکنیم قطعی و یا که مسلمان که هستم ما دور میگردیم من از سر جدو که اگه نیستن نمیدونم نکیم راستی کنم یک جینه در بدن ما تمام همه خیلی همه فهم دیستم همه فهم دیسته دروغ فهم دیسته اینجا با کی جین داره؟ نه دستم اگون تو دیگه نه دیستی؟ نه ندارم هم بچه که پتا قبلی سیکو خودش هنگی جینه نه دستم همه جینه مسلمان بران شما کافی را مونده نه؟ با گفته استم تو که همه یک مولا بود در همون شهر که زندگی میکنم دو بار که پیش رفتن ما که زور ما نمیرسید اون مولای با ایمان با هم چیزی خودش راست بود وقتی که مسلمان حق خورد مثال و اوجه ایمانش ضعیف میشه همون چیاش ضعیف میشه دیگه اگر حق خود چکر ضعیف میشه وقتی گپ نه گوش که وقتی که چیز کرد مثال برای پل که مثال ملاگیش کرد هیچ وقت و مثال آیت قرآن میخونه اونه که ما دا تاثیرش کم میرسه اما بعد مردک که رفتیم و 300 400 در پیش میپرتویه گرفته عبرت نپرتفته سه پلش ما در کار نیست ما نتونستیم پیش رفته برای که ایمانش های مستحکم بود ماشاءالله نتونستیم میگه ما خالی پیش نزدیک شده نتونستیم بتونم بچه خودش مثال برای ما را میبره که پیش همولا میره چی تاثیر کرد با یک بروم جینوش و یا جینای سبک بودن آخی تو جین کلانی خیلی بسم الله بخوری چی؟ تو لایلی کی؟ تو لایلی با؟ لایلی این هم باش پیش همه لایلی سفان کده بودم لایلی های لایلی تو؟ یا کدوم جین داری به خواه شده یاردم کنم روزیش 700